بار دیگر دشمنان اسلام، دشمنان خونخوار، دشمنان قسم خورده این سرزمین این ملت را به نوع دیگر به غم نشاندند. مسئله شهادت مولانا متوکل رحمه الله است. اولا ما شهادت مولانا متوکل رحمه الله را برای خانواده معظمشان، برای شاگردان و مخلصینشان و برای همه ملت مسلمان افغانستان تسلیت عرض نموده. پروردگار عالم روح این عالم بزرگوار را شاد داشته باشه، برای بازماندگانشان صبر جمیل و مزد جزیل عنایت بفرمایه و الله سبحانه و تعالی برای مسئولین امارت اسلامی طوری که وعده کردن که قاتلینش را پیدا می کنن الله توفیق عمل عنایت بفرمایه. عزیزان و بزرگواران، مسئله مولانا متوکل رحمه الله مسئله است که شما عزیزان به جریان هستید که بیش از 5 سال این عالم مظلوم در قید اسارت رژیم طاغوتی گذشته که اکثریت علما در رژیم گذشته، رژیمی که ظلمش، بیعدالتیش و بالآخره ستمش، ناروایی‌ها، فسق و فجور همه به اوج خود رسیده بود. مولانا متوکل بیش از 5 سال در قید زندان و اسارت قرار دارد. بعد از این که با فتح مرکز و به توفیق و فضل الهی وقتی همه زندانی ها رها می شوند، این عالم بزرگوار هم جز همان زندانی های آزاد شده و میره طرف خانه خود. بعد از 2 روز انسانهای مغرض، انسانهای از خدا بیخبر، انسانهایی که خود فروخته و اینها می آیند و به شکل اختطاف طوری که امارت اسلامی این ابلاغیه و این وضاحت را دادن، به شکل اختطاف این عالم بزرگوار را بوده میشه و بعد از چند روز جسد مبارکش در یکی از خیابانها به دست می آید به حالت فجیع، به حالتی که این ظالما و خائنین این عالم را شهید کردن که والله العظیم کسی کافر را چنین نمی کشه. تو اول او را بکش، بعدن سرش را از تن جدا کن، بعد از جدا کردن سر بر چهرهش تیزاب بریزان و بعض وجودش را قطع کن و او در خیابان بنداز. کافر هر کسی چنین نمی کنه. این مسلمان بوده، در کنار مسلمان معلم قرآن بوده، مفسر قرآن بوده، حامی دین بوده که در این سرزمین به این حالت و به این حالت فجیع از بین میره. ما با جدیت کامل از امارت اسلامی میخوام، ما خواهان این هستیم که باید امروز قاتل ایاز نیازی به دست بیاید. ما به این امید هستیم که در زیر سایه حاکمیت اسلامی قاتل مفلح و مبشر و عارف مرادی به دست بیاید. ما به این فکر هستیم. از بزرگان امارت اسلامی این را می طلبم با جدیت کامل، با جدیت کامل. درست امارت اسلامی قتل متوکل را محکوم کردن، گفتن قاتلینش را پیدا می کنیم و نفرین فرستادن به بالآخر قاتل. اما از امارت اسلامی ما خیلی توقعات داریم. امارت اسلامی امروز حکومت اسلامی هست. ما به زیر سایه امیر المؤمنین زندگی میکنیم. آدرس امیر المؤمنین خیلی مسئله مهمیه. امروز بحث ما کاملا روی این مسئله هست که اگر در مقابل اولی الامر و ولات امر و بالآخر امیر المؤمنین و حکومت اسلامی اگر کسی بغاوت میکنه چی حکم داره؟ این مسئله امروز مطرح میشه. اما ما از امارت اسلامی این خواهش داریم که اگر امارت اسلامی هم فقط با محکومیت خشک خالی بگذره، اینجا خیلی قلبها جریحه دار میشه.
اینجا خیلی قلب ها جریحه دار میشه. ما دیروز از فسق و فجور و جنایت و ظلم و بیعدالتی رنج میبردیم. اگر امروز هم عالم دین ما شهید بشه، توهین بشه، تحقیر بشه و اهل بدعت و دشمنان صحابه خوشحالی بکنه، اینجا باز این قلب آتش خواهد گرفت، این قلب جریحه دار خواهد شد. به این از عموم بزرگان امارت اسلامی که انشاءالله رو به تنظیمات و تشکیلات هست، این را می طلبیم که نه تنها قاتل استاد متوکل شهید رحمه الله، بلکه ما آرزو داریم که قاتلین تمام علمایی که در این سرزمین خون اونها ریخته شده، اونها از اروپا و امریکا و افریقا نیامده بودن، باید قاتلین اونها به جزای اعمالشان برسه. این خواهش ملت هست، این درخواست ملت هست.